ببخشید اجازه هست این سوال بپرسم؟ بفرمایید. در رابطه با این که توی ادیان ابراهیمی ما داشتیم که یه سنی رو به عنوان سن تکلیف مشخص میکردن، حالا به طور خاص سن مثلا تکلیف در دین اسلام و یا یهودیت، میخواستم ببینم که این که ارتباط میدادن حالا بلوغ رو با فرایض دینی و حالا ارتباطی مثلا برقرار میکردن، علتش چی بوده؟ آیا در سیستم جدید هم ما یه چنین چیزی داریم یا اینکه منسوخ میشه؟ در سیستم و جدید بعضن 16 ساله است و بعضن 18 ساله. فرایض هم الان مثلا حساب بانکی باز کردن و گواهینامه گرفتن و فرایضی، حالا این یعنی عبادت به سیستم. حالا فرایض رو اگر ما عبادت به سیستم در نظر بگیریم به شیوه قدیمی، الان دیگه عبادت به سیستم که آزاد باشه خودش و خودش شخصا عبادت کنه و خودش شخصا بدون پدر مادرش و یک حالا کسی که قیوم هست، قیومش این رو تصمیم بگیره، خودش تصمیم بگیره، 16 ساله و 18 ساله هست. اینه فرایض رو انجام میده، میره حساب بانکی باز میکنه، گواهینامه میگیره، حق امضا داره، تصمیم میگیره شرکت مثلا تأسیس کنه. کسی که 18 ساله است میتونه شرکت تأسیس کنه و میتونه بیمه بده و بیمه داشته باشه. بیمه خوب داره یا شخصا میتونه بیمه داشته باشه به طور مستقل، بعد مالیات بده. اینا فرایض دیگه. ما میگیم، همیشه گفتیم که این سیستم جدید اینه، قوانینش قوانین حالا جزایی باشه. کسی که 18 ساله هست میتونه مستقل به صورتی که بدون اینکه به در مادرش باشه شخصا میتونه مجازات بشه، در دادگاه حاضر بشه و رشید محسوب میشه دیگه. این هم ولی خب اگر 18 سال به پایین باشه کودک محسوب میشه و در دادگاه هم حالا این به صورت کودک این چیز میشه. یعنی فرایضش، خب فرایض هم اینه دیگه، این هم از 18 سالگی و بعضا 16 سالگی. حالا بعضی کشورها هست که 16 سالگی میتونه پسر و یا دختر میتونه بعد از 16 سالگی بره تصمیم بگیره جدا زندگی کنه. پدر مادر اصلا حق ندارن، در اون کشورها اصلا حق ندارن که بهش بگن کجا داری میری، شب کجا بودی. اصلا چنین حقی رو حکومت و قانون و اینا از پدر مادر میگیره. بعد از 16 سالگی میتونه بره بگه که من با دوستم دارم میخوام زندگی کنم، یک خونه رو اجاره کنم، بعد 16 سالگی میخوام مستقل باشم. پدر مادر هم اصلا ابدا نمیتونن حرفی بزنن. اگرم بخواد حالا درگیری بشه، یک فشاری یک چیزی بشه، همون 16 ساله میتونه پلیس صدا کنه و راحت میتونه بره در یک شب میتونه تصمیم بگیره بره جدا زندگی کنه با پارتنرش و هر کسی. بعضی کشورها اینجوریه. این مسئله اینه دیگه. 9 ساله و اینا نیست دیگه، تموم شد. 9 ساله نداریم. در رابطه با روزه و اینا به همین صورت، مثلا اگر فرزند من دوست داشته باشه با سیستم جدید مثلا روزه بگیره، ما نمیتونیم مثلا براش یه روز مشخص کنیم بگیم حالا چون این سن نیست یا یه همچین چیزی زیر دیگه؟ نه 18 سال شما تصمیم میگیرید چی بخوره، کدوم ویتامین رو بخوره، رژیم غذاییش رو، کدوم غذا رو بخوره. حالا زیر 16 سال بگیم، بعضن حالا زیر 18 سال، بعضن زیر 16 سال، بستگی به همون مکان داره، مکانی که زندگی میکنه داره. زیر 16 سال شما تصمیم میگیرید چی بخوره، چه میوهی بخوره، چه غذایی بخوره، چند وعده بخوره. البته که اینا با وجدان و با اخلاق و اینا باید تنظیم بشه، اونجوری هم شکنجه نباید بشه. و اگر چنین چیزی
معلوم بشه که شکنجه بچه داره شکنجه میشه و یا بدرفتاری میشه که خب هستند خیلیا، خب این میتونه قانون دخالت کنه، پلیس میتونه دخالت کنه، اون پدر و مادر مجازات بشن و یا مشاوره برن و یه کمی تو سری بخورن و اینا یاد بگیرن که بچه رو چطور باید بزرگ کنن. ولی نرمالش اینه شما براش تعیین میکنید در اصل چی بخوره، کی بخوره، کی بیدار بشه، کی حالا بخوابه شبو، همه رو شما تصمیم میگیرید. این روزا رو هم شما تصمیم میگیرید. اگر صلاح میدونید میگیره، صلاح نمیدونید نمیگیره، نمیتونه بگیره. هم اینجوری. ممنونم. معذرت میخوام پیکاسپو جان، بفهمید. من دو سوال داشتم. یکیش این که همین راجع به محبس الان بود که خانواده در عرش، یعنی مکان خانواده در عرش سقوط هست و به خاطر همین در عرش سقوط اینقدر به خانواده بها میدن، درسته؟ آره، این چرخه هایی مجزا از هم داریم. این رو چندین بار من تاکید کردم. خب اینه دیگه، پیچیده میکنه این مسائل رو. معادله های جدا جدا هستند و چرخه های جدا جدا. مثلا در چرخه عشق این مکان خانواده در عرش سقوط هست، یعنی این دو نفر که عشقشون در 3 روز بعد از عرش زمان جرقه خورده، حالا این مسئله کتاب هست، در کتاب قشنگ اینو من توضیح دادم. در عرش مسیح که 3 ماه بعد، حالا در چارچوب سال اگر بخوایم این رو در مقیاس سال اینو اگر بخوایم توضیح بدیم، در روز نوروز در عرش مسیح عشقشون معلوم میشه که عاشقند، معلوم میشه عاشقند و خودشون میفهمن عاشقند، یک مسیر رو طی کردند و از رابطه های گذشته خب پاک شدند و اون از یاد رفته و اینا. خب در عرش مسیح 2 نفر عاشق دیگه کاملا همدیگر رو دارن دیگه، کسی ابداً در ذهنشون نیست، کسی که از قبل بوده. البته ممکنه که اینا اولین بار عاشق شده باشند، اون فرق میکنه. خب کسی که اولین بار عاشق شده خب قبلش رو نداره، اصلا قبلا عاشق کسی نبوده، اون اتوماتیک باز هم در عرش مسیح خب این عشقشون خب بازم باکره میشه دیگه، عشقشون باکره میشه، یعنی از گذشته مبرا میشه و اینا خب تمیز میشن دیگه، از گذشته پاک میشن. در عرش مسیح اینا میفهمن که عاشق هستند و با همین منوال، با همین قدرت که خب هر دم خب این عاشق اینه، این یکم عاشق اینه، به بالای زودیاک ورود میکنند. چرخه عشق رو دارم میگم، چون تو چرخه در چارچوب و چرخه عشق سوال پرسیدی. حالا این 2 عاشق در عرش سقوط میان و خب طی کردن دیگه، مثلا 9 ماه رو طی کردند، 75% مسیر رو طی کردند، حالا با مشقت باشه با هرچی. در این چارچوب در عرش سقوط ما ازدواج رو داریم، زن و مرد رو داریم، همسر بودن رو داریم، همسر میشند در چارچوب عشق. خب عشق تموم نمیشه، اشتباه تصور نکنید. این کل این چارچوب، کل این مسیر 360 درجه، کل این دایره روی این همین دایره که محیط دایره و بر روی زودیاک هست مسیر عشق است. ولی در همین مسیر عشق اینا در مکان عرش سقوط ازدواج میکنند و همسر میشند. خب اینه از اول برای شما توضیح دادم که عرش سقوط محل ازدواج و محل همسر شدن هست در
چهارچوب مسیر عشق در معادله عشق، نه در معادله های دیگه. خب شما به دفعات دیدم که مخلوط میکنید با معادله های دیگه. مثلا میگید که در مکان عرش سکوت مکان فاحشه است. خب این به عشق ربطی نداره اصلا، این ابدا به عشق ربطی نداره. این در معادله دیگری هست و در یک چارچوب دیگری و یک در چرخه دیگری هست و اصلا این چرخه نیست. اینی که در عرش سکوت مکان فاحش است، اصلا این چرخه نیست، یک مکان ثابتی هست. مرد هم فاحش است، زن هم فاحش است. فاحشه بودن رو برای مرد، برای زن، فقط برای زن در نظر نمیگیریم. و در عرش مسیح مرد هم باکره هست، زن هم باکره هست. میتونم برای شما مثال بزنم. در کلیساها ما دختران حالا چی میگن یادم رفتون، خواهران مقدس، بهش میگن خواهران مقدس، هم رابطه جنسی نداشتند تا آخر عمرشون اصلا. و مردانی که در کلیساها کار میکنند اونها هم رابطه ای ندارند و نداشتند تا آخر عمرشون. اونها هم، مرد هم باکره است، زن هم باکره است. در عرش مسیح باید هم باکره باشند و این به چرخه ربطی نداره، مکان ثابتی هست. اون عشق هم معشوق و معشوقه هم زن و مرد که عاشق هستند و در چرخه خودشون عاشق هستند، اون هم در عرش پادشاهی ثابت هست. یعنی اونی که عاشق هست از عرش پادشاهی این ور اون ور نمیره، همون قفل شده در عرش پادشاهی. یعنی کسی که زن و مرد عاشق هستند در قفل شدن در عرش پادشاهی، هیچ مسیر رو اونجا طی نمی کنند. اینی که عاشق هستند نمیاد بشه یه چیز دیگه، اونجا هست. و پدر مادر هم در عرش زمان هستند و اونجا هم قفله و اونجا هم ثابت هستند در عرش زمان. مادر و پدر، مکان مادر و پدر در عرش زمان هست و این چرخه نیست، یک مکان هست، مکان ثابتی هست، مثل عرش ها. در عرش زمان هستند اونی که پدر هست و اونی که مادر هست. کسی که مادر هست نیست و پدر هم نیست در عرش زمان جای نمیگیره، ولی کسی که پدر هست و مادر هست اتوماتیک در عرش زمان جای میگیره و ثابت است مکانشون. خواستم برای شما تاکید کنم که چرخه ها رو، معادله ها رو با هم دیگه مخلوط نکنید. در چرخه عشق فقط و فقط در چرخه عشق مکان خانواده و مکان همسر شدن در عرش سکوت هست. بفرمایید. متشکرم پیکاسکو جان. یه سوال دیگه هم مربوط به اینه که مسئله‌ای که فرمودید در مورد شیر و دوشیزه و اینکه ترنس‌ها تمثیلگر این مسئله هستند. آیا در مورد عرش‌های دیگر مانند عرش مسیح یا پادشاهی میتونیم اینجوری در نظر بگیریم یا همچین تمثیل‌هایی رو ببینیم؟ مثال میارم، مثلا تمثیلگر آکواریوس هم میتواند ویژگی‌های ماهی‌ها رو داشته باشه؟ چرا چنین چیزی رو داشته باشه؟ ماهی به ماهی ربطی نداره. آکواریوس، منظورم اینه که در مقابلش مثلا شما مثال آوردید که دوشیزه و شیر که دارن این جابجایی انجام میدن. سوالتون اشتباهه. آیا چون اشتباه سوالم؟ چون اون به جایگاه ربط داره. شیر در مرداد ماه بوده قبلا، در مرداد ماه هم در خود مرداد ماه جایگاه مرد هست. خب شیر هم که 2200 سال، حالا 2160 سال در جایگاه مرد بوده و یال داشته و قبل از اون هم که در
خاطره دوره دومار و دوره آکواریوس که صاحب زمان بوده، آکواریوس و دومار، و شیر در عرش پادشاهی بوده. اون چون شیر در عرش پادشاهی اون زمان بوده، در خاطرش مونده و یک کمی در تیر ماه سیر کرده بعداً، و بعد البته در دوره بز در تیر ماه سیر کرده. در حالی که در تیر ماه بوده، باز هم اون عظمت پادشاهی شیر رو در خودش داشته، در حالی که سقوط کرده از عرش پادشاهی و خرسنگ اومده پادشاه شده. در دوره بز رو میگم ولی در دوره کماندار خب این شیر در مرداد ماه هم قرار گرفته. مرداد ماه هم که در خودش جایگاه مرد هست، رنگش قرمز هست و جایگاهش مرد هست. خب این شیر تقویت شده به صورت خب یک نماد مردانگی، نماد قدرت، اینجوری این تقویت شده. حالا این شیر به صورت حالا اتوماتیک میگم، مثلا به دوش ضبطی نداره، این اومده به شهریور. وقتی اومده به شهریور دیگه، در شهریور هم که در خودش کل شهریور یعنی جایگاه نهم هست دیگه شهریور. این جایگاه نهم، اینم باید به شما بگم، سوال ممکنه پیش بیاد برای شما. جایگاه ها رو از عرش زمان، از یعنی آخر آذر و اول دی ماه ما میشماریم، برای همین این شهریور، آخر شهریور و خود شهریور میشه جایگاه نهم. خب این جایگاه نهم جایگاه زن هست و این شیر به صورت اتوماتیک، حالا شیر یالدار و شیر با اون عظمت و شیری که حالا این نماد مردانگی بوده، به صورت اتوماتیک میاد در جایگاه زن قرار میگیره، به دوشیزه ربطی نداره. و برای همینه این بحران جنسیت و اینا به خاطر همینه. حالا آکواریوس از این ور پرسیدید که میاد خصوصیات ماهی ها رو میگیره، این چیزی نیست، اصلا ربطی نداره. این آکواریوس که میاد صاحب عرش مسیح میشه، خدایان عرش مسیح رو در بر میگیره، خود عرش مسیح رو در بر میگیره، کلن اون سیستم و اون مقام، اون حالا ارگان رو میاد تصاحب میکنه و چون خب تصاحب کرد میشه مسیح آکواریوس میشه. وقتی که خب مسیح آکواریوس شد، اون خصوصیات عرش مسیح رو میگیره، مثلا زنگزو میشه، مثلا حالا میکائیل رو داره و یا رنگش حالا به طرف بالا قراره حرکت کنه، بعد ماهیت خورشید رو تعیین میکنه. اینا به خاطر تصاحب عرش مسیح هست، به ماهی ها ربطی نداره اصلا. بفرمایید. خوبه این مسائل سیستماتیک رو دارید میپرسید؟ خوبه و پیچیده هم هست این مسائل که حالا قراره برای یوتیوب هم گذاشته بشه. این برای بینندگان یوتیوب میتونه خیلی خیلی پیچیده باشه. البته اینا رو ما در کلوب اپیکاسکو داریم، اینا رو خب اعضا هر کدومشون سوالات خیلی پیچیده‌ای دارن دیگه، اینا رو توضیح میدیم و اونایی که در کلوب اپیکاسکو هستن اینا همه رو تقریبا چندین بار اینا رو شنیدن و اینا رو میدونند و میدونن که ما داریم چه حرفایی رو داریم میزنیم. ممکنه برای بینندگان یوتیوب، حالا اونایی که تازه با این مسائل دارن آشنا میشن، ممکنه خیلی سنگین باشه، ولی خوبه این سوالات سیستماتیک رو دارید میکنید. حالا زمانی ممکنه اینا به صورت حرفه‌ای، به صورت حالا اونایی که خیلی پیشرفته هستند اونا ببینن، خب اینا برای شما براشون جواب هست. بفرمایید. پیکاسکو جان، یه سوال حالا ساده تر شاید برای دوستان دیگه هم
این سوال پیش اومده باشه. آیا عمو، دایی، عمه یا خاله در زودیاک جایگاهی دارن؟ نه ندارم. نه چنین چیزی نداریم. پیکاسپو جان، در مورد زمان کماندار یک امپراتورهایی زن بودن مثل کاترین کبیر در روسیه یا ماریا ترزا در هابسبورگ یا همین اواخر ملکه الیزابت. آیا اینها همون دوشیزه بودن که به پادشاهی رسیده بودن در عرش پادشاهی؟ تقریبا میشه علامتاش رو میشه ردیابی کرد. آره. یعنی دجال محسوب میشدن؟ باید بررسی بشه دیگه. حالا ملکه الیزابت میدونید الیزابت و یحیی روبروی مریم هست. مریم و الیزابت مال کلن زنی هست که در عرش سقوط مستقر هست و از اون جهت اسمش خب حالا الیزابت اگه باشه و حالا اومده این در حوالی عرش سقوط هم حالا فوت شد و این خیلی موارد که عرش از منسوب به دوشیزه بوده و از عرش سقوط بوده رو تقویت میکنه. باید بررسی بشه. بقیه موارد هم، بقیه اشخاص هم میتونه اینجوری بررسی بشه. اینو ممنون. میدونید که در کتاب هم هست. الیزابت حامله میشه، 6 ماه بعدش مریم حامله میشه. یعنی فرزند الیزابت به دنیا میاد در بالای زودیاک، در 4 روز بعد از عرش پادشاهی به دنیا میاد و فرزند مریم 4 روز بعد از عرش زمان به دنیا میاد. 6 ماه فرق داره با هم. اینا روبروی همن کلن، الیزابت و مریم، ماری و الیزابت. ممنون. یه سوالم داشتم در مورد جنگ سرد، چون همیشه به جنگ بین شرق و غرب در واقع گفته میشه. آیا این واقعا جنگ بین مسیح و دجال بوده یا جنگ بین بوده و مسیح؟ آخرشو قطع شد صدات. جنگ بین کی و کی؟ بین، چون شرق و غرب میگن بین مسیح و دجال بوده یا بین عرش پادشاهی بوده و عرش مسیح، چون در روسیه بوده و آمریکا بیشتر. این جنگ بین 2 زودیاک رو میشه. 2 زودیاک حالا اول این لایومون من توضیح دادم. 2 زودیاک داریم، 2 اسکلت زودیاک داریم. یکیش مشروع هست و یکی نامشروع هست. بین این 2 سیستم هست. حالا اونور ناتو و ورشو و اینا هم بودند و بعد خب ورشو، پیمان ورشو منحل شد و ناتو موند. اینم در بین این 2 زودیاک هست. بین 2 عرش پادشاهی این زودیاک میشه گفت. چون لس آنجلس هم میدونید عرش پادشاهی دیگه. عرش پادشاهی زودیاک قدیم هست. بفرمایید. بازم ببخشید
کاسبا جان، سوالم اینه که چرا کماندار میاد و یک سیستم دروغین از سیستم مشروع اغرب ایجاد میکنه و در مکانی که قبلا صاحب زمان بوده جایگذاری میکنه و کماندار با اینکه ادعای صاحب زمانی داره آیا با این کار خودش رو مغلوب میدونه و دست به کپی میزنه؟ کماندار چنین قدرتی رو نداره بیاد صاحب زمان رو، اغرب رو شبیه سازی کنه. کلمه شبیه سازی رو به کار بردید؟ شبیه سازی نه، در واقع منظورم سیستم دروغین مثل مسیح دروغین و خب این به کماندار نشونهایی که ربطی به ما نداره. این به چی ربط داره دقیقا؟ به چرخشه. خب گفتیم در چارچوب اسکلت زودیاک قدیم سیستم جدید و قدیم داریم. اینا به دفعات توضیح دادیم. در اسکلت زودیاک قدیم خب اونجا هم چرخش داریم. اونجا باز هم ماهی ها میره، آکواریوس میاد، دو پیکر میره، گاو میاد و صاحب زمان هم که کماندار هست میره و عقرب میاد. این ناگزیر اینطوری هست و به کماندار هم ربطی نداره. این چرخش ناگزیر هست. کماندار از عرش زمان خارج میشه بدون اینکه خودش بخواد و اونجا هم کماندار باز هم شیطان بزرگ هست در اسکلت زودیاک قدیم و عقرب صاحب زمان هست در اسکلت زودیاک قدیم. ولی چون ما 2 تا زودیاک داریم، حالا اونا رو اول این ویدیو من توضیح دادم. این زودیاک اسکلت زودیاک قدیم نامشروع هست و شیطانی هست. دیگه اون زودیاک رو نداریم. مانند اون زودیاک های سومر و بابل و کوچک در کتاب هم هست. صفحش یادم نیست، فکر کنم 255 باشه، شایدم نمیدونم اشتباه بگم صفحشو. 2 تا زودیاک کوچک داشت دوره بوز. یکی این زودیاک سومر و بابل هست و یکیش هم زودیاک کوچک کنعان هست. خب این در این 2 تا زودیاک هم دوباره کماندار به صورت صاحب زمان ظهور کرده بود و دو پیکر هم باز هم در این 2 تا زودیاک کوچک به صورت پادشاه مستقر شده بود. بقیه هم همچنین، دوشیزه هم و ماهی ها هم در همه زودیاک هایی که موجود بوده این چرخش انجام شده. ولی خب کماندار میاد خودش یک زودیاک وسیع و بزرگی رو تشکیل میده و میاد این 2 تا زودیاک که خودش هم صاحبش هست، صاحبش شده و در قلمروش هست، میاد اینا رو منحلش میکنه. اینطوری. مسئله اینه که در هر زودیاکی نامشروع باشه و یا مشروع باشه فرقی نمیکنه، چرخش موجود هست. ببخشید، تو مکه اون صورت فلکی عقرب رو روی مکه ترسیم کردید و پروژهش رو نشون دادید. خب پس این پروژه توسط چه کسی ارائه شده؟ توسط صاحب زمان. صاحب زمان در همون اسکلت زودیاک که ما میگیم قدیم هست. خب اون زودیاک بازم کار میکنه، مسئله نه. اون زودیاک داره کار میکنه، پینهاش همش معلومه. مسیحش هم در ریو دو ژانیرو دارید میبینید، مجسمه داره. در تهران و مشهد هم عرش سکوتش هست و کابل و اینا و بعد کشمیر و اینا هم بازم همه هستند.
عرش پادشاهی هم که دانمارک و رفاهش رو داره. دانمارک همیشه بیشتره حالا سالهای اخیر در رفاه در این مسائل اول هست. کوپنهاگ. عرش زمانش هم که باز هم همتون میدونید مکه هست و کعبه هست و باز هم طواف میشه. خب این با تمام قدرت داره کار میکنه. این پس یعنی نامشروع نیست اما بعد منتقل بشه. نامشروع هست. چون یک زودیاک دیگری داریم توضیح دادم اونا که عرش زمانش در مکه نیست، در از کنار دریاچه ویکتوریا رد میشه. مشروع اون هست، فقط این یکی نامشروع هست. ولی خب داره کار میکنه، چرخشش هست و کماندار پای گزارش بوده. مسئله نه وقتی میگیم زودیاک کماندار یعنی زودیاکی که پایه‌گذارش کماندار بوده. از عرش زمان رو از پترا برده به مکان آتشفشان‌ها در مکه و عرش پادشاهیش رو در بیزانتیوم احداث کرده و بعداً هم خب برده به طرف شمال اروپا و عرش سقوطش رو هم بعد از منهدم شدن امپراتوری ساسانی اومده احداث کرده در مشهد. خب اون احداث یعنی این زودیاک رو کماندار احداث کرده. برای همین میگیم زودیاک کماندار، زودیاکی که کماندار احداثش کرده، ولی در داخل خود زودیاک خودش هم از عرش زمان خارج شده و شیطان بزرگ هست. جان بفرمایید. با توجه به اینکه زودیاک جدید، زودیاک جهان شمول جدید کل دنیا رو در بر گرفته انعکاسش و زودیاک کماندار رو هم در بر گرفته به نوعی، آیا می شود این گونه قلمداد کرد که حالا این ترسیم عقربی که در مکه شکل گرفته در عرش زمان کماندار شکل گرفته به نوعی قدرت صاحب زمان جدید رو هم نشون میده، چون جهان شمول این زودیاک جدید می شود این گونه هم برداشت کرد؟ کدوم مورد قدرت صاحب زمان جدید رو نشون میده؟ کوتاه همین ترسیم صورت فلکی عقرب که آنتارس میشه کعبه. نه، این فقط این رو نشون میده که در این زودیاک هم چرخش هست. در این زودیاک هم که البته نامشروع هست، مرکزش هم که سیون و قدس هست، تپه سیون هست، این نشون میده که در این زودیاک هم ما چرخش داریم و در این زودیاک هم عقرب صاحب زمان شده. اینو نشون میده. پیکاسکو جان، من سوالی داشتم. خواستم بدونم علم پزشکی در زودیاک کجا جایگاهشه؟ کلا پزشکی در عرش زمان هست. کل موارد پزشکی از انکی میاد، از مار میاد، از دومار میاد. دومار و یا اکواریوس در حالا 6000 حالا خلاصه کمی چیزش کنیم سالها رو، از 6000 تا 4000 سال قبل، بین از 6000 تا 4000 سال قبل دوره اکواریوس بوده، دوره دومار بوده. این از اون زمان پزشکی در عرش زمان نهادینه شده و نمادش هم دومار هست. دومار به هم تنیده هست بر یک چوبی که حالا عصا هست. اون چوب هم
چوب درخت ستر است. این در عرش زمان و به صورت حالا این نماد پزشکی هم شده، داروسازی شده، حالا بعضا یه دونه مار، بعضا دوتا مار، اینجوری. این در عرش زمان نهادینه شده. هر موردی، پرستاری باشه، پزشکی باشه، روان پزشکی باشه، جراحی باشه، هر موردی که به بیمارستان و به پزشکی ربط داشته باشه مال عرش پادشاه، این عرش زمان هست. اینطوری. ممنونم. من میشه سوال بپرسم ازتون؟ بفرمایید. سوالی داشتم راجع به سیستم کابالا که تو کدوم قرار میگیره و اینکه یادم قبلا اشاره کرده بودین که چون یه مقدار سیستمش کامل تره، نمیدونم برداشت خودم اینجوری بود که شاید کامل به عنوان خرافات نشه در نظر گرفتش. یه عرفان هست دیگه. عرفانی هست که بازم متعلق به عرش سقوط هست. همون عرفان که اسم حالا معنیش شناختن هست، حالا عارف یعنی کسی که حالا میشناسه، عرفان یعنی شناختن، این یعنی نشناختن. یعنی خب اینم یک سیستمی هست همینجوری الکی که منعکس نمیکنه دیگه، واقعیات رو منعکس نمیکنه. یعنی با این البته این از یهودیت میاد. یهودیت هم بازم متعلق به عرش سقوط هست دیگه. همراه اسلام یهودیت هم متعلق به عرش سقوط هست. یه سری از این افرادی هم که خلا به تئوری توته و اینا کلا راجبش حرف میزنن، اینا خیلی از سیاستمدارای دنیا رو به صورت مخفی میگن که جزء سیستم کابالا هستن و یا ربطی بهشون دارن و اکثرا آره میگن، یعنی برای خودشون این چیز دیگه، یک همون حدس و گمان هست. این حدس و گمان ها اینطوریه دیگه. و حدس و گمان رشون نمیگن حدس و گمان ها، میگن حالا این واقعیته. یه جوری میگن که یعنی این کاملا اینجوریه، فلان خانواده، فلان کس، فلان ارگان، فلان چه میدونم حالا سازمان، اینجوری. حالا جزئیاتش هم میگن میان اسم رهبرانش هم یک حالا یه چیزایی میگن. خب اگه اینطوری باشه تو چطور میتونی بگی، چطور میتونی افشا کنی سازمانشو، رئیسشو؟ خیلی راحت میان حالا فلان خانواده ثروتمند پشت اینا هستن مثلا. خب این اگر این همه قدرت که خود حالا این کانال های یوتیوبی و اینا، این همه قدرت این بانکداری و کل ارتش و کل این همه کل سیستم حکومت ها رو به اونا نسبت میدن، چطور به تو اجازه میده که بیایی اینجوری اسم اینا رو ببری؟ و نه اینکه بیایی سیستمشو نشون بدی، میای مغرضانه به صورتی که دشمنی داری میکنی و مستقیم اسم میبری. حالا عکس اونا رو میذارن، عکس خانواده‌اش هم میذارن، میگن اینه، این شخصه. چطور ممکنه که این خب یک اسناد محرمانه هست دیگه در حکومت، در هر حکومتی، حکومت حالا در سیستم اداره حالا دنیا باشه، در سیستم اداره یک کشوری باشه، حکومتی باشه، اسناد محرمانه هست دیگه. چطور میتونی تو بیای اسناد محرمانه رو فاش کنی اینطوری و به جزئیات و کاملا همینجوری حدس و گمان و حدس و گمان رو و اصلا علمی هم نیست، کسی نمیتونه بیاد اینا رو
راستی آزمایی کنه. اگرم بخوای راستی آزمایی کنی باید با همین فیلم های یوتیوب و اینا مستندهایی همینجوری کسی ساخته، اون شد راستی آزمایی. و بی‌طرفانه هم نیست، اینا دشمنی هست و الکیه، اینا رو جدی نگیرید. 30 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه نمیشه اینا رو بهش نگاه کرد. به این ویدیوهای 10 ثانیه‌ای من اینا رو اگر ویدیویی تصادفی بیاد 10 ثانیه‌ای متوقفش میکنم. الکی یه چیزایی میگن برای خودشون، معلومه مبتدی هستن و همینجوری حدس و گمانهای خودشونه، هیچ سیستمی پشتش نیست، نشستن پشت کامپیوتر، حالا حرفای همدیگر رو تو دیواری تکرار میکنن. حالا بعضیاش هم به کانال‌های تلویزیون راه یافتن و اومدن توی تلویزیون دارن اینا رو، حالا اسم این گروه‌های مخفی و چه میدونم خانواده‌های مخفی و ویلاهاشون رو نشون میدن، چه میدونم عکس ویلاشون نشون میدن، فلان قلعه، فلان ساختمون، فلان قدر اینا ثروت دارن و اینا رو میاد حالا تو تلویزیون هم چیز میکنن. خب اینا بیننده دارن دیگه، اینا معلومه برای فقط افرادی که ناآگاهن و اینجوری یک از اداره دنیا سر در نمیارن مردم. حالا اینا رو میخواد یه کمی ذهنشون رو اینجوری کنه و خیلی هم خوبه ها. این سیستمی که حالا من برای شما معرفی کردم این دریوری ها را هم داره، یعنی قرار نیست که همه بیان سیستماتیک مثلا همه چیز رو درست بفهمند. خب خرافات هم داریم دیگه، به دفعات برای شما گفتم ما خرافات هم داریم. اینا خب خرافات های سیاسی هست، خرافات الکی سیاسی. خب داشته باشیم، اینم خوبه، دسته‌بندی میکنیم در عرش سکوت. خرافات دیگه ولی از نوع سیاسی اینطوری. پیکاسپو جان بفرمایید. میخواستم از حضورتون بپرسم که مکانیزم خلق کردن، یعنی خلق یک ماهیت، خلق یک اتفاق مربوط به عرش زمان میشه فقط و صاحب زمان؟ نه، هر موردی مکانیزم مخصوص خودشو داره و خلق کردن هم فقط مختص عرش زمان و یا مختص صاحب زمان نیست. بقیه جایگاه ها و الله ها و حتی خدایان، بقیه خدایان هم مثلا اوفیکوس که الله هم نیست، اینا همه خلق میکنند و آفریدگار هستند. ولی خب آفریدگار بزرگ وقتی که بزرگ کنارش میاد، آفریدگار بزرگ میشه همون صاحب زمان، همون میشه الله بزرگ. پس سایر الله ها هم توان خلق کردن یک سازوکاری رو دارن. آره، در چارچوب خودشون، نه اینکه تخطی کنن از جایگاه و از چارچوب خودشون. برای شما به دفعات گفتم که دیگه مثل قبل قادر مطلق و توانای مطلق باشه، نامحدود باشه و نیازمند نباشه و تمامی حالا همه خصوصیاتی که برای یک الله قبلا داده بودند دیگه اونجوری نیست دیگه. اول اینکه قادر مطلق نیست، محدود هست، نیازمند هست. محدود هست در اون اختیارات و اون حتی کد، حتی عدد، حتی
شکل مثلا صورت فلکی فلان خب محدود هست در اون شکل خودش، محدود هست در تعداد ستاره هاش. خب مثلا یک صورت فلکی عقرب که 14 و یا 13 تا ستاره داره خب محدود هست برای اینقدر. البته ستاره های خیلی خیلی زیادی داره. این ستاره پرنورش هست که به هم دیگه وصل شده، البته نهادینه شده، از قدیم اومده. این خب مجبور هست. خب جبر داریم میگیم، جبر هست. صاحب زمان هم مجبور هست. این در داخل کد 13 و 14 و این با این متریال، با این کدها، با این مقیاس و با این خصوصیات جهان رو آفرینشش رو انجام بده. خب مجبور هست با کدهای خودش. و یا صاحب عرش زمان شده، خب عرش زمان هم روش تأثیر میذاره و باز هم محدود هست، به عرش زمان محدود هست، نمیتونه تخطی کنه. کارهای عرش پادشاهی، پادشاه خودش یک قدرت مجزایی هست، در عرش پادشاهی هست و یک بر اساس صورت فلکی گاو هست. خب اونم 18 تا و یا 12 تا، به نوعی 12 تا. یه زود دیگه حساب کنیم با خوشه پروین میشه 18 تا. اینها خب پادشاه هم یک منجی هستی که پادشاه منجی هست، اون هم محدود هست و مجبور هست و در جایگاه خودش اینطوری هست. یعنی قادر مطلق برای الله ها نیازمند نباشند چنین چیزی رو نداریم. نیازمندند و مجبورند و محتاجند و اینطوری هستند. اینو باید بدونید. و سوال هایی که ممکنه برای شما پیش بیاد در این رابطه، این معادله رو باید در نظر بگیرید. مثلا شاید سوال براتون پیش بیاد که خب این صاحب زمان این همه قدرت داره، اینا داره، فلان داره، خب بیاد فلان کنه دیگه. خب نمیتونه. وقتی میگیم نمیتونه یعنی چی؟ یعنی که محدوده و مجبور هست، جبر هست، برای اونم جبره. در چارچوب هست دیگه، در داخل این زودیاک، در داخل این سیستم، در داخل این اسکلت مجبوره دیگه، چیکارش نمیشه کرد. اینطوری. و بقیه هم سوال پرسیدی، بقیه هم آفریدگار هستند، میآفرینند، یه چیزایی میآفرینن. حالا شما که اعضاتون تکون خوردید، رفتید یک آبی خوردید، یک حالا در کارهای روزمره هر کاری که میکنید، در شهر هر چیزی میکنید، خب آفریدن هست دیگه. خدایان برای شما میآفرینند، شما میخواهید اونا میآفرینند. وقتی میخواهید شما دعا میکنید، خب آفریدن میشه، برای شما میآفرینند. هر خدایی آفریننده هم هست. مجموعی از خدایان، سوپی از خدایان، خب اینا همه ترکیب میشند و شما در داخل این سوپ خدایان و در داخل این همه دعا که خودتون میکنید متوجه هم نیستید. هر خواسته کوچک و بزرگ شما میشه دعا. دارید دعا میکنید و مستجاب میشه. درست دعا میکنید و درست مستجاب میشه. اگر مثلا بالای کوه هستید، یک چتری دارید، خب میخواهید بپرید، خب مستجاب میشه. ولی اگر چتر نداشته باشید و دعا کنید و بپرید، خب مستجاب نمیشه، میافتید، میمیرید. هر مسئله شرایط، هر موقعیت خودشو داره. باید بدونید که چطور دعا کنید، چطور بخواهید. و اگر این خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه، اگر شما دعا کنید
حتما مستجاب میشه، ردخور نداره، ولی به شرطی که اون شرایطش باشه. اگر شرایطش باشه و شما نخواهید و دعا نکنید، خب شما باهوش نیستید، خنگید. فقط شما نمیگم، ما کل این حالا چند میلیارد انسان رو میگم، شرایطش هست ولی نمیخواهید، یا خب ناآگاه هستید، نمیدونید در اون شرایط اینو بخواهید حتما مستجاب میشه، اونو نمیدونید و نمیخواهید هم مستجاب نمیشه. ولی اگر بدونید و بخواهید مستجاب 100% ردخور نداره، میشه. مثل همین کارهای روزمره که میخواهید و مستجاب میشه. به آگاهی نیاز هست دیگه. حالا اینطوری